وزیر کارهای داخلی روسیه خواستار جلوگیری از افزایش بیگانه‌ستیزی و سرکوب بی اساس مهاجران شد. با قول ولادیمیر کلاکولتسف تنها 4% جنایت‌ها در روسیه از جانب مهاجران صادر می شود. وزیر گفت دشمنان خارجی روسیه تلاش دارند در این کشور عداوت قومی را برانگیزند. او در این باره در جلسه شورای فدراسیون سخن کرد که در آن هیئت حکومت نو بررسی شد. یک عضو این شورا سوال داد که در روسیه وقتهای اخیر دعوت سخت‌تر کردن سیاست مهاجرت پیوسته صدا می‌دهد. جامعه را مشکلات جنایتکاری میان مهاجران به تشویش آورده است. تقریبا همه روزه درباره محدود کردن ورود مهاجران و پرزور کردن نظارت در این سمت درخواست می شود. اندیشه های نیز صدا می دهند که به ما مهاجران کاری در کار نیستند. شما در این باره چی فکر دارید؟ در پاسخ کلاکولتسف شرح داد که وزارت کارهای داخلی تنها به نظارت بود و باش و پیشگیری جنایت‌ها در بین مهاجران مشغول است. اگر در 3 سال اخیر مقامات در مجموع حدود 30 قانون را که بود و باش شهروندان خارجی در کشور را تنظیم می‌کند قبول کرده باشند، از 1 حصه آنها با تشبث همین نهاد صورت گرفته است. در همین حال با گفته وزیر سطح جنایت در میان مهاجران پست است، ولی بعد حمله تروریستی در کراکوس جامعه نسبت مهاجران حساسیت نشان می‌دهد. ما نباید به افزایش بیگانه‌ستیزی و بی سبب استفاده بردن چاره‌های تاثیررسانی نسبت به این شهروندان اجازت دهیم، زیرا دشمنان استراتژیمان همین گونه برخورد را از ما منتظرند. آنها انتظارند که وضعیت در داخل کشور متشنج شود. در عین زمان معاون وزیر کارهای خارجه روسیه در محفل تحلیلی والدای گفت روسیه با کشورهای شریکش در آسیای مرکزی کار میبرد تا در بخش مهاجرت هیچ راه برای وارد شدن عقیده‌های افراطی وجود نداشته باشد. میخائیل گالوزین افزود تاکنون بازار کار روسیه برای مهاجران از آسیای مرکزی یگانه باقی میماند. با گفته این مقامدار روس همه ساله از حساب پول مهاجران کاری میلیون ها خانواده در قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان زندگیشان را پیش میبرند. ما با شریکان خود برای بهتر کردن همکاری در ساحه مهاجرت کار میبریم، از جمله در سمت آنکه انتخاب مهاجران برای کار در روسیه تنظیم گردد، منفعت همه جانب‌ها به اینابت گرفته شود و به یک وسیله وارد شوی ایدئولوژی تروریستی و افراطگرایی به کشور ما تبدیل نیابد. در برابر این ما بر اینیم که تروریسم و افراطگرایی مذهب و ملت ندارد. تاجیکستان از جمله کشورهایی است که اقتصادش سخت پایبند پول مهاجران کاری است. چند ماهی اخیر و هنوز پیش از واقعه کراکوس شکایت مهاجران تاجیک از فشار و اذیت و اخراجشان از سوی مقامات روس بیشتر صدا می‌داد.